امروز می‌خوایم داستان مردی را برایتان تعریف کنیم که 3 هفته قبل از اینکه یک شهاب سنگ دنیا را نابود کند، زنش او را ترک می‌کند و بعد از آن، در حالی که همه مردم به دنبال انجام کارهایی هستند که دوست دارند، او تنهایی را در خانه انتخاب می‌کند. اما چون خیلی خوششانس است، از هر طرف برایش دختر پیدا می‌شود. در ابتدای داستان مردی به نام داج را می‌بینیم که همراه همسرش لیندا در ماشین به اخبار گوش می‌دهند. آنها متوجه میشن که یک شهاب سنگ غول‌پیکر قرار است 3 هفته دیگر کل سیاره زمین رو نابود کند. در همین لحظه لیندا نگاهی معنادار به داج میاندازد و بدون اینکه حرفی بزند از ماشین پیاده میشود و برای همیشه او را ترک میکند. بعد از آن می‌بینیم که مردم شهر کاملا دیوانه شدند و برخی می‌خواهند کسی را استخدام کنند تا قبل از برخورد شهاب سنگ آنها را بکشد و بعضی‌ها هم دنبال کسی هستند که با او رابطه داشته باشند. خلاصه در حالی که کل جامعه به هم ریخته، می‌بینیم که داج به باشگاه رفته و بعدش راه میفته که به سر کارش بره. او در یک شرکت بیمه کار میکنه و رئیسشان به کارمندان میگه کدومتون میخواین رئیس بخش مالی بشین. البته رئیسشان آخر دنیا وقت گیر آورده. داج با ناامیدی به خونه برمیگرده و صندوق پستیش رو چک میکنه و متوجه میشه که هیچ نامه‌ای برایش نیومده. وقتی وارد آپارتمان میشه، نظافتچیش الیسا رو میبینه و وقتی میفهمه که او از هیچی خبر نداره، به او میگه که برو خونتون و از زندگیت لذت ببر. اما الیسا میگه هفته دیگه برمیگردم. کمی بعد اخبار اعلام میکنه که دیگر هواپیماهای مسافربری پرواز نمیکنند و بعد از آن داج در دستشویی یک عنکبوت میبیند و تصمیم میگیرد که آن را نکشد. اما همون عنکبوت نصف شب صورتش را نیش میزند. روز بعد میبینیم که داج با همون صورت نیش زده به سر کارش میرود که ناگهان مردی از ساختمان کناری روی ماشینش میافتد و خودکشی میکند. 2 هفته تا نابودی دنیا باقی میمونه و داج به خانه دایان و شوهرش وارن میره. دایان به داج میگه لیندا اصلا لیاقتت رو نداشت، همون بهتر که گورشو گم کرد. او اضافه میکند که امشب با یکی از دوستام که زن خوشگلی آشنات میکنم تا حداقل آخر عمری تنها از دنیا نری. همون شب دایان دوستش کارن رو به داج معرفی میکنه، اما داج به کارن بی‌توجهی میکنه. آن شب سر میز شام همه درباره برنامه‌های آخر عمرشان صحبت میکنن و در آنجا کارن به راحتی اعلام میکنه که دوست دارد هر چه زودتر با داج رابطه داشته باشد، اما داج همچنان بی‌توجهی میکند. بعد از آن کارن از داج میخواد که با او برقصد، اما داج به نوعی با سردی با او برخورد میکند. یکی از دوستانش به او میگوید بدبخت، دنیا داره نابود میشه، الان دیگه دخترها نه انتظار ازدواج دارن و نه سخت میگیرن، پس کارن رو ببر یه گوشه و باهاش سکس کن و اگه این کارو نکنی واقعا احمقی. در همون لحظه آنها هروئین میکشن و داج برای دور ماندن از آنها به وان حمام میرود. بعد میبینیم که دایان پیش او میآید و ناگهان لبهایش رو میبوسد، اما داج جلویش رو میگیرد و میگوید تو زن دوستم هستی. دایان هم میگوید سخت نگیر. آن شب داج به خانه‌اش برمیگرده و به عکس‌های قدیمیش با زنش نگاه می‌کند و شروع می‌کند به سازدهنی زدن. در این لحظه دوباره خدا برایش یک دختر می‌فرستد. می‌بینیم که دختری پشت پنجره‌اش گریه می‌کند و ناگهان به بغل داج می‌پرد و می‌گوید دوست پسرم من رو ترک کرده. هواپیماها هم دیگه پرواز نمی‌کنن و من دیگه نمی‌تونم برم انگلستان پیش خانواده‌ام. بعد از آن داج آن دختر را به خانه‌اش می‌آورد و او می‌گوید اسمم پنی است. بعد از آن پنی به داج ماری جوانا پیشنهاد میدهد، اما او قبول نمی کند. میبینیم که پنی بعد از اینکه چت میکند تا صبح روی کاناپه میخوابد و داج هر کاری میکند تا او رو بیدار کند، اما پنی از خواب بیدار نمیشود. در نهایت داج بیخیال میشود و شروع به سازدهنی زدن میکند و پنی از خواب بیدار میشود. آنها با هم به واحد پنی میروند و او نامه‌هایی را به داج میدهد که اشتباهی وارد صندوق پستی او شده بودند. سپس پنی از داج درباره زنش لیندا میپرسد و به او خبر میدهد که زنش همیشه یک پسر را با خودش به خانه میآورده. داج با شنیدن این خیانت دچار عصبانیت شدید میشه و وسایل زنش را از خونه بیرون میندازه. سپس داج به یک پارک میره تا با خوردن یک بطری شیشه پاکن خودکشی کنه، اما صبح بیدار میشه و میبینه که یک سگ رو به او بستند و روی یک کاغذ برایش نوشتند متاسفم. خلاصه داج با اون سگ به سمت خونه‌اش برمیگرده، اما متوجه میشه که همه جا هرج و مرج شده. وقتی در خانه داره نامه‌هایی که نزد پنی بوده رو میخونه، چشمش به نامه‌ای از طرف یک عشق قدیمی به نام اولیویا میفته که 3 ماه پیش به او نوشته بود که دلش برایش تنگ شده. در همین لحظه یک آجر به پنجره میخوره و داج متوجه میشه که عده‌ای به ساختمان حمله کردن. او از طریق پله‌های اضطراری به پایین میره و از پنجره وارد خانه پنی میشه و میبینه که مردی به نام اوون آنجاست، همون دوست پسر پنی که با او کات کرده بود.
اوون فکر میکند که داج همیشه به خانه پنی میآید و با او رابطه دارد، اما داج میگوید نه بابا احمق، یک عده به ساختمان حمله کردن و من اومدم کمک کنم. بعد از آن داج میبیند که پنی خوابیده و هر طور که شده او را بیدار میکند. سپس پنی چند تا از نوارهای مورد علاقه اش را برمی‌دارد و به آنها میگوید بریم سمت ماشین من چون در خیابان پارک کردم. کمی بعد در کوچه آن آدم‌ها شروع به تیراندازی می‌کنند و اوون از پنی به عنوان پوشش استفاده می‌کند تا مبادا گلوله‌ای به او برخورد کند. و بعد از اینکه ماشین پنی رو پیدا می‌کنند او به اوون میگوید پیاده شو و به من دست فرمون بده. در همین لحظه داج به پنی میگوید که من کسی را میشناسم که یک هواپیما دارد و میتواند تو را به انگلستان پیش خانواده‌ات ببرد. پنی با شنیدن این حرف اوون را آنجا جا میگذارد تا آن آدم‌ها او را بکشند. روز بعد آنها بنزینشان تمام میشد و مجبور میشن پیاده راه بیفتند. سپس داج به پنی میگوید تو خوشبختی منو از من گرفتی چون نامه عشق قدیمی‌ام رو 3 ماه پیش خودت نگه داشتی. من الان میتوانستم با اولیویا باشم، نه اینکه با تو و یک سگ تو این جاده بمانم. پنی با همان لهجه بریتانیایی‌اش از داج عذرخواهی می‌کند و در همان لحظه ماشینی را متوقف می‌کند تا اشتباهش را جبران کند و داج را به عشق قدیمی‌اش برساند. آنها به سمت شهری به نام سامرست می‌روند چون اولیویا آنجا زندگی می‌کند. راننده ماشین داستان زندگیش را برایشان تعریف می‌کند و میگوید که یک روز می‌خواستم خودم را بکشم اما با خودم گفتم پسر ما که به زودی کشته میشیم پس بی خیال. داج در آن ماشین متوجه چند بیل و کلنگ می‌شود و بعد از آن راننده کنار جاده متوقف می‌کند تا به دستشویی برود. او به بوته‌ها می‌رود و وقتی برمیگردد پنی سگ را با خودش می‌برد تا آنها هم بتوانند در یک گوشه دستشویی کنند. در همین لحظه ما متوجه می‌شویم که آن مرد قبلا یک آدم کش استخدام کرده تا به او شلیک کند و فکر می‌کند که آن آدمکش داج است. او به آدمکش میگوید که سریعاً کار را تمام کند اما داج با شنیدن این حرف شوکه میشود و ناگهان یکی از دور با تک تیرانداز به گردنش شلیک میکند. آنها مرد را با همون بیل و کلنگ دفن میکنند و بعد متوجه میشن که اشتباه کردند چون کلیدها را با او دفن کرده بودند. خلاصه آنها کلیدها را از قبر مرد بیرون میآورند و به سمت مقصدشان حرکت میکنند. کمی جلوتر پنی داج را به یک رستوران بین راهی میبرد چون گارسونها را میشناسد و به آنها میگوید که امروز تولد داج است. سپس برای مرد خوششانس کیک تولد سفارش میدهند و گارسونها هم یک پس از دیگری لب‌های داج را میبوسند و بعد از شروع به رابطه جمعی میکنند. و میبینیم که داج و پنی از آنجا بیرون میآید و داخل ماشین پنی از داج میخواهد که با او رابطه جنسی داشته باشد که داج هم میپذیرد. اما داج از رابطه با پنی پشیمان میشود زیرا او اختلاف سنی زیادی دارد. اما پنی میگوید میدونی که به آخر دنیا چیزی نمونده، اینقدر سخت نگیر. در همین لحظه پلیس آنها را به خاطر سرعت زیاد و نداشتن چراغ عقب کنار میزند و پنی سعی میکند افسر را راضی کند که آنها را آزاد کند اما افسر آنها را به زندان میاندازد. در زندان پنی شروع به گریه کردن میکند چون احساس گناه میکند که زندگی داج را به هم زده است. خلاصه داج او را دلداری میدهد و شب را کنار هم میخوابند. صبح که میشود افسر سگ را به آنها تحویل میدهد و میگوید که ماشینشان در آنجا میباند و به همین دلیل آنها را تا جایی که پنی میگوید میبرد زیرا مقصد اصلیشان خیلی دورتر است. پنی داج را پیش پسری سیاه پوست به نام اسپک میبرد که قبلا دوست پسرش بوده و البته اسپک هنوز هم عاشق پنی است. او به آنها زیرزمین خانه اش را که با دیوارهای تیتانیومی ساخته شده نشان میدهد و به پنی اجازه میدهد با تلفن ماهواره‌ایش با خانواده‌اش تماس بگیرد. در عین حال اسپک به داج میگوید که اینجا برای پنی جا دارد اما برای او نه. مدتی بعد پنی اسپک را ضایع می‌کند و میگوید که قصد ندارد اینجا بماند و از او می‌خواهد که یک ماشین به او قرض بدهد تا بتواند داج را به عشقش برساند. آنها راه میافتند و کمی بعد به خانه اولیویا میرسند اما کسی در خانه نیست. پنی شیشه را میشکنه تا وارد خونه بشه و می‌بینیم که داج آنجا کمی میخوابه. وقتی بیدار میشه متوجه میشه که پنی برایش شام درست کرده. آنها 2 ساعت درباره برنامه‌هایشان برای چند روزی که باقی مونده تا پایان دنیا صحبت میکنند. سپس پنی وارد آشپزخانه میشه و نامه‌ای پیدا میکنه که روی آن آدرس خانه پدر اولیویا نوشته شده. او نامه را به داج میده و میگه که فردا به سراغش میره. اما روز بعد وقتی به آن آدرس میروند داج پیاده میشه تا به در خانه بره و میبینیم که اشک به چشمان پنی آمده. ناگهان داج برمیگرده و هر چقدر پنی از او میپرسه که چرا برگشته او میگه نمیخواهم هیچی را تغییر دهم. در اینجا است که ما میفهمیم داج تقریبا به پنی علاقه‌مند شده. ناگهان چند نفر جلوی آنها ظاهر میشن و به خوبی میگذره. آنها متوجه میشن که این افراد زوجهایی هستند که توسط یک پدر مسیحی غسل داده میشن. پنی و داج با دیدن آنها بدون اینکه کلمه‌ای بگویند همدیگر را میبوسند.
آنها به مسیرشان ادامه می‌دهند و داج پنی را به خانه مردی به نام فرانک می‌برد که همان خلبانی است که یک هواپیما دارد. داج به پنی می‌گوید این مرد پدر من است. سپس متوجه میشن که داج و پدرش مشکلات خانوادگی دارند، اما تصمیم میگیرند که این روزهای آخر را شاد زندگی کنند. نیمه های شب پنی خوابیده و داج با احتیاط او را بلند میکنه تا درون هواپیمای پدرش بذاره. قبل از حرکت داج در گوش پنی میگه تو عشق زندگی هم هستی و پیشانیش را میبوسد. سپس پدرش هواپیما را روشن میکند تا پنی را به انگلستان برساند. روز بعد داج به خانه‌اش برمیگردد و دم در یادداشتی از کارن پیدا میکند که دنبالش میگشته. وقتی وارد خونه میشه میبینه که نظافتچیش الیسا برگشته و در حال تمیز کردن خانه است. داج متوجه میشه که الیسا چیزی درباره آن شهاب سنگ نمیدونه و بچه‌هایش هم چیزی به اون نگفتند. بعد از رفتن الیسا داج مینشیند پای اخبار و مجری میگوید که این آخرین برنامه آنها هست، چون شهاب سنگ در 16 ساعت آینده کره زمین را نابود میکند. سپس داج به واحد پنی میرود تا این ساعت‌های آخر را آنجا بگذراند و میبینیم که روی زمین دراز میکشد تا موزیک‌های مورد علاقه پنی را گوش دهد. کمی بعد برق‌ها قطع می‌شود و بعد از اینکه شمعی روشن می‌کند چشمش به پنی می‌افتد و هر دو همدیگر را بغل می‌کنند. پنی به داج می‌گوید می‌خواهم تا لحظات آخر دنیا با تو باشم. آنها در تخت با هم صحبت می‌کنند و پنی از داج می‌خواهد که نگذارد بخوابد، چون می‌خواهد بیشتر با او باشد. به همین دلیل داج می‌گوید از بچگی‌هایت برایم تعریف کن. پنی شروع به صحبت می‌کند تا اینکه صدای چند انفجار را می‌شنود و نور شهاب سنگ اصلی ظاهر می شود و کل کره زمین نابود می شود. برای دیدن داستان فیلم های بیشتر می توانید روی یکی از کارت هایی که روی تصویر می بینید کلیک کنید.